خبرگزاری تازه‌ترین رو از استودیو مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. شعله گلخوجه هستم. سلام. سرخط موضوعهای مهم روز. معظم قادر و وکیل مدافع ادوکات محبوس بزرگمیر یوروف که 3 ماه باز به نام و نشان بود از آلمان پناهندگی سیاسی تقاضا کرده است. مقامداران روسیه با اشاره به تأخیر اجرای پیمان در مورد پروازهای شرکت روسیه عمل تاجیکستان را به عهدشکنی متهم کردند. و نورز 16 ساله با سرش 111 خشت بتونی را ویران نمودن نامش را در کتاب رکوردهای گینس جای داد. وکیل مدافع ادوکات محبوس بزرگمیر یوروف میگوید که از امنیتش در خوف بوده به ترک تاجیکستان مجبور شده است. روز چهارشنبه در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی معظم قادر و گفت که از آلمان پناهگاه سیاسی درخواست کرده است. مؤسسه تفتیشاتی یعنی که این سنه 5 ینور بود، گرچند که در اساس درخواست من این دوام مرافی شدی یکم بود برای ایرادها، یعنی که دیده برآمدن ایراد من حقوق داشتم که ثبت کنم، ثبت آواز این در کد مرافی گفته شده است که به یگان اجازه میشه، ما لیکن اجازه گرفتیم اصلا دیکتافون رو دستگیر کردن، دیکتافون رو به دست اونو فرمود، ولی بسیار شد. بسیار بعد مجبور شدن که به ما بعضی اگر به زبان روسی گویم اینفرماتوری که خودمو در مقامات ها کار میکردن، شخصان نزدیکی که رهدیل گفتم ممکن است، یعنی که طرف حقیقت بودن، ما رو آگاه کردن که رسول نزدیک ما رو دستگیر میکنن و نسبت من پرونده جنایتی آغاز میکنن. 3 ماه اینجانی مکانی بود و باش قادر و معلوم نبود. بزرگمیر یوروف ادوکات 13 عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود که سال 2015 هم با حکم دادگاهی همچون گروه تروریستی منع شده است. ماه اکتبر سال 2016 هم دادگاه دوشنبه بزرگمیر یوروف را با جرم دعوت به برهم زدن ساخت کنستیتوسیونی و برانگیختن نزاع اجتماعی به 23 سال زندان محکوم کرد. ماه روان دادگاه عالی تاجیکستان یوروف را به تأخیر منصبداری دولتی ایبدار نموده مهلت زندان را با 2 سال دیگر تمدید نمود. حامیان حقوق بشر بزرگمیر یوروف را در میان 5 وکیل مدافع تاجیک بر پایه اجرای وظیفه‌شان هدف تعقیب حکومت تاجیکستان قرار گرفتند یاد میکنند. وزارت نقلیات روسیه تاجیکستان را به عهدشکنی متهم می‌سازد. وزیر نقلیات روسیه ماکسیم ساکالوف گفته است قرار بود آخرهای ماه مارت سال جاری پرواز هواپیماهای شرکتی عمل از فرودگاه ژوکوفسکی به شهرهای تاجیکستان شروع شود، اما تا حال مقامات تاجیک رسما جدول پروازهای تابستانه را تصدیق نکردند. ماکسیم ساکالوف روز 29 مارت در صحبت با خبرگزاری‌های روسی گفته است هنوز تاریخ برگزاری مذاکرات در مورد پروازها مشخص نبوده. گفت و شنید در این تنها توسط تلفن و رد و بدل نامه ها صورت میگیرد. تفصیلات موضوع از مردان محمدی. مقامات وزارت نقلیات روسیه گفتند که در مورد پروازهای هواپیماهای شرکت عملی این کشور از فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو به شهرهای خوجند و دوشنبه در اواخر ماه مارت سال جاری موافقه حاصل شده بود. یک مقام بلندپایه وزارت نقلیات تاجیکستان صبح 30 مارت به رادیو آزادی گفت تا حال با جانب روسیه در مورد شروع پروازهای شرکت عمل به شهرهای تاجیکستان توافق حاصل نشده است. این مقام گفت تاجیکستان پیشنهادات خود را در این زمینه به وزارت نقلیات روسیه ارسال کرده است که در آن تقاضای اصلی رعایت شدن اصول برابری یا پریتیت پروازها میان شرکت‌های هر دو کشور حساب می‌یابد. ماجرای هوایی میان تاجیکستان و روسیه بعد آن برخاست که تاجیکستان در آخر سال گذشته با پرواز هواپیماهای شرکت یمل از فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند اجازت نداد. جانب تاجیکستان گفت که در پروتکل تنظیم پروازها که روز 7 نوامبر سال گذشته در مسکو امضا شده بود، پرواز هواپیماهای شرکت یمل به تاجیکستان پیشبینی نشده است. وزارت نقلیات روسیه در پاسخ به این روز 23 دکبر پرواز هواپیماهای شرکت سامان ایر تاجیکستان را به بعضی از منطقه‌های این کشور به استثنای مسکو و سن پترزبورگ قطع نمود. مقامات وزارت نقلیات روسیه روز 27 ینور اعلام کردند که جانب تاجیکستان با پرواز هواپیماهای شرکت روسی یمل از فرودگاه ژوکوفسکی به دوشنبه و خوجند رضایت داده است. در پاسخ جانب روسیه برای پرواز هواپیماهای شرکت سامان ایر به شهرهای کراسنویارسک، کراسنودار، اوفا و ارنبورگ که ماه دکبر سال گذشته متوقف شده بود اجازه داد. مردان محمد، شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
برنامه را ادامه میدیم. جدایی میان مقامات و جامعه شهروندی در قرغیزستان تا رفت بزرگتر می شود. به گفته قباد اتوربویف، فعالان مدنی مقامات را به آن سرزنش می کنند که با حبس مخالفان و دستگیر شدن فعالان و دعواهای دادگاهی ضد رسانه‌های مستقل در قرغیزستان دوره نوی سیاسی آغاز شده است. این نکته را امبودسمن قرغیز در حال ابراز داشت که روز چهارشنبه دادگاه این کشور بازداشت پیشوای مخالفین را تمدید کرد. دادگاه قرغیزستان مهلت بازداشت پیشوای مخالفین آموربک تکیبایف را تمدید کرد. روز چهارشنبه طرفداران تکیبایف در نزد بینای دادگاه عالی قرغیزستان جمع شده تاکید کردند که حبس او جلای سیاسی دارد. رهبر حزب آتمکان در ماه فوریه با عیبنامه فساد بازداشت شد. طرفداران تکیبایف میگویند هدف از این بازداشت جلوگیری از سبقت تکیبایف در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر است. روز 29 مارس دادگاه عالی قرغیزستان حکم برآورد که دادستانی برای تهیه عیبنامه به وقت علاوگی نیاز دارد و از این رو تکیبایف تا 25 اپریل در حبس خواهد بود. تکیبایف سابق رئیس پارلمان قرغیزستان و از مخالفان سر و صدای پرزیدنت قرغیزستان المازبک اتمبایف به حساب می رود. طبق سرقانون قرغیزستان هر فرد تنها یک دفعه حق دارد به مقام پرزیدنت کشور انتخاب شود. همین طریق اتمبایف در انتخابات نوبتی پرزیدنتی سبقت نخواهد کرد. حالا رو میاریم به عراق. در جنوب شهر این کشور یک حملگر ماشین بارکش پر از سوزشواری را ترکانده است که در نتیجه ده‌ها تن کشته و جراحت برداشتند. تا حال مسئولیت این حمله را گروه به ذمه نگرفته است، ولی جنگیان گروه دهشت افکن دولت اسلامی در مفصل عراق که حالا در محاصره نیروهای حکومتی قرار دارند در گذشته بارها حمله های همسان را انجام دادند. جزئیات بیشتر را از طاهری سفر میشنویم. در اینجا در جنوب شهر بغداد یک مرگ طلب در نزد پایگاه ارتش عراق ماشین بمب گذاری شده را ترکاند و 17 نفر را کشت. در این حمله در روز 29 مارس 60 تن دیگر جراحت برداشتند. پلیس عراق گفت ماشین بارکش بمب گذاری مرگ طلب در بین ماشین های بود که باید در پاسگاه تفتیش می شدند. بر اثر انفجار قوی ماشین های دیگر در کامی آتش سوختند. هیچ گروه مسئولیت حمله مرگبار را بر دوش نگرفته است، ولی مقامات عراق بمبگذاری را به عملیات برای پاکسازی شهر موصل از حضور جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی ارتباط می‌دهند. این گروه افراطگرا که قلمروهایش را در شمال و غرب عراق با سرعت از دست می‌دهد، حمله و بمبگذاری‌ها را در دیگر قسمت‌های عراق زیاد کرده است. روز چهارشنبه سروزیر بریتانیا ترزا می رسما اعلان کرد که کشورش روند بیرونشوی از اتحادیه اروپا را آغاز نمود. در دوام 2 سال آینده بریتانیا از عضویت در این اتحاد خارج خواهد شد. رئیس شورای اروپا دونالد توسک ابراز داشت که 29 مارس برای اروپایی‌های زیاد روز خوش نبود. همکارمان مومن احمدی گزارش می‌دهد که این روند به ویژه عائله‌های آمیخته را نگران کرده است. بیرونشوی بریتانیا از اتحاد اروپا که به اصطلاح برگزیت معروف می باشد، برخی از شهروندان این کشور را وادار کرد که برای گرفتن شهروندی دیگر کشورهای اتحاد اروپا تلاش کنند. کارمندان سفارت فرانسه در لندن میگویند بعد از رفراندوم تعداد خواهشمندان داشتن شناسنامه این کشور 40% افزایش یافت. شوهر روزنامه‌نگار بریتانیایی ملانی گودفلو فرانسوی است. هرچند گودفلو به زودی شهروندی فرانسه را دریافت میکند، اما از لندن کوچیدنی نیست. من نمیخواهم از بریتانیا فرار کنم، در حالی که 16 میلیون نفر بر ضد بیرون شدن از اتحاد اروپا آواز دادند. فکر میکنم ما باید در اینجا بمانیم تا اینکه صدایمان شنیده شود. حکومت میگوید که ما نمیتوانیم اروپایی باشیم، اما چرا ما باید تابع این گفته ها باشیم؟ 48% در اروپا ماندن را انتخاب کردند. من باوری دارم که اگر رفراندوم را حالا میگذراندند، مقابلان برگزیت پیروز میشدند. نامعینی در آینده بریتانیایی که خارج از کشورشان به سر میبرند آنها را برای گرفتن شهروندی دوم تحریک داد. برای مثال در آلمان 100,000 بریتانیایی به سر میبرد. دیل کر سال 1978 به برلین آمده بود. تقریباً 20 سال پیش او مغازه خود را باز کرد که در آن محصولات ملی بریتانیایی فروخته می شود. سخن درباره دست کشیدن از شهروندی بریتانیا نمی رود، بلکه مسئله به حفظ حقوق شهروندی اتحاد اروپا داخل دارد. این برای 2 فرزند من نیز مهم است.
او allakay барои гирифтани шиносномаи олмонӣ ҳуҷҷат супорида аст. маҳсулот қимат мешавад. дар қиёс бо мағозаҳои дигар нархҳои мо бе ин ҳам баланд аст. қоидаҳои нави тиҷорат ба мо низ таъсир хоҳад кард. аз ин хотир хеле дар ташвишам, чун намедонем ки моро чӣ интизор аст. албатта аз ҳама бадаш ин хоҳад буд агар мағозаам баста шавад, аммо ман ба бритониё барнамегардам. британияи кабир рӯзи 27 март расман ба ҷараёни берун шудан аз иттиҳоди аврупо оғоз бахшид. бармегардем ба тоҷикистон. дар тоҷикистон нахустин ширкати дорусозии хусусӣ дар соҳаи бойторӣ ба фаъолият шурӯъ карда аллакай барои ҷонварон 14 нави даворои 3 сол намудааст. ташаббускори ин коргоҳ собиқ раиси хадамоти байтории тоҷикистон аст ва ӯ дар суҳбат бо Мирзонабӣ Холиқзод гуфт то ба ҳол дороҳо аз хориҷи кишвар ворид мешуданд. тоҷикистон тақрибан таи 1 сол мешавад ки дороҳои ватанӣ барои ҳайвонотро истеҳсол мекунад ва вориди бозори дохилӣ кардааст ва дар ин роҳ корхонаи ягона корхонаи хусусии агроветсервис фаъолтар аст ки таи ин муддат тавонистааст ки 14 навъи дору махсус барои ҳайвонотҳои мухталифро истеҳсол кунад ва мавриди истифода қарор диҳад. ҳоло мо дар пушти дари ин корхона ҳастем ва мехоҳем ки шуморо бо фаъолият кор ва машғулиятҳои ин корхона آشنا کنیم که چگونه اینها دارو استحصال میکنند و تا کجا در این را موفق شده‌اند. عین زمان کارخانه داروبراری فارم بیوسرویس که در ناحیه رودکی جماعتی کلخوز روسیه موجود است زیاده از 14 نامگو داروهای طبابتی را برای در ساحه بیطاری استحصال میکند. همه داروها از قید دولتی پیش از همه که یکی از طلبات‌های بین المللی که دارو باید در همون مملکتی که استحصال میشد باید در قید دولتی باشد. داروی قید دولتی هستند. همزمان هر یک دارویی که استحصال میگردد داروی سرتیفیکاتی مطابقت است. خب ما حالا با کدوم اتاق وارد شدیم؟ این که اتاقی که همین دارو خودش استحصال کرده میشه. در ظرف‌ها 3 تا ظرفی که هستند، ظرف 50 و 100 لیتری هستند. پیش از اون یک روز پیش اینو اول آماده میشه. درست. از بس که این در یک ساعت 3-4 هزار فلاکون تی میکنه بعد 3-4 هزار فلاکون دارو را چی میکنه؟ آماده میکنه و میگذرونه. ما همین حاضر در ظرف‌ها تیار میکنیم و در روزهای نزدیک نصیب باشد مقصد داریم که تیار. بعد اینجا چی میبیاد؟ فلاکونا از این طرف میبیاد میگذرونن. خودی همش قریب که چی هست؟ یعنی به طور اتوماتیکی درست میشه. گزارش مفصل میرزانبی خلقزاد را کمی دیرتر در سامانه آزادی نقطه تیجه پیدا کنید. آخر هفته گذشته یک مکتبخانه شهری ویسوکای بوسنیا با سرش 111 خشت بتونی را ویران کرده در کتاب‌های رکوردهای گینس جای گرفت. تا این زمان تخریب 65 خشت بتونی نتیجه بهترین بوده است. навраси 16 сола аз Босния Карим Аҳмадспанич ки бо тайквондо машғул аст, охири ҳафтаи гузашта дар як намоиши ҳайратовар дар шаҳри Високо бо сараш 111 хишти бетониро вайрон кард. Аҳмадспанич ин вазифаи душворро дар давоми 35 сония ба иҷро расонд. хиштҳо шашдонагӣ дар 20 ҷо чида шуда буданд. қисме аз хиштҳо нашикаст, вале намояндагони китоби Гиннес که در این نمایش حضور داشتند رکورد را ثبت کردند. در پی نمایش کریم به والدان، مربی و حاضرین ابراز سپاس کرد. با مناسبت 60مین سالگرد تهیه نخستین فیلم هنری رنگای توجیکی من با دختر وا خوردم در خوجند مجسمه گذاشته شد. مجسمه دو جوان دلداده لاله و سعید که قهرمانان اساسی این فیلمند الکی به یک جای دیدنی باغ کمال خوجندی تبدیل یافته است. بنیاد مجسمه مذکور با مبلغ گذاری شرکت موبیلی مگافون امکان پذیر شده است و گزارش را در این باره در برنامه خبری فردا پیشنهادی شما خواهیم کرد. اما برای امروز با شما خداحافظی میکنیم. خبرهای بیشتر از وبسایت ما و صفحه‌های ویژه آزادی در شبکه‌های اجتماعی بخوانید. گزارش‌های قابل توجه را از آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. از همراهیتان سپاسگزاریم. تا برنامه فردا خدا نگهداری هر یک شما.